مدل‌ها جذب زنان از طریق صداقت. تا حالا فکر کردید چرا بعضی مردها به راحتی زنان را جذب می‌کنند ولی بعضی دیگر در این زمینه مشکل دارند؟ در دنیای امروز مردانگی دیگر فقط به معنی تأمین مالی یا حفاظت نیست. این کتاب همه چیزهایی را که در مورد ارتباطات فکر می‌کردید به چالش می‌کشد و بر صداقت و آسیب‌پذیری به عنوان پایه و اساس جذابیت تاکید می‌کند. بیایید شروع کنیم و مفهوم جذابیت واقعی را دوباره تعریف کنیم. نیدی بودن یک خط قرمز بزرگ است. اگر برای جلب توجه به تعریف و تمجید یا هدیه دادن وابسته اید، زنان را در یک جایگاه غیر واقعی قرار می‌دهید. در عوض یاد بگیرید برای خودتان زندگی کنید. یک مرد با خود باوری بالا نیازی به تایید خارجی ندارد. او ارزش خود را خلق می‌کند. آسیب پذیر بودن ضعف نیست بلکه یک قدرت است. بیشتر مردان احساسات خود را پنهان می‌کنند چون فکر می‌کنند این کار آنها را جذاب نمی‌کند. اما خود باوری واقعی از نشان دادن نقص‌ها بدون انتظار چیزی در عوض حاصل می‌شود. آسیب پذیری یک ارتباط عمیق بین دو طرف ایجاد می‌کند. صداقت ابرقدرت شماست. تعریف‌های واقعی یا بیان احساساتتان بدون انتظار چیزی در عوض جاذبه به خصوصی ایجاد می‌کند. وقتی حرف‌هایتان بدون شرط باشند، وزن و اصالت پیدا می‌کنند. همه زنان شما را دوست نخواهند داشت و این کاملاً طبیعی است. قطبی‌سازی یعنی متمایز شدن از طریق بودن به همان شکلی که هستید. بهتر است چند زن فوق‌العاده را جذب کنید تا اینکه سعی کنید همه را راضی نگه دارید و با هیچ کس ارتباط نداشته باشید. رد شدن اجتناب ناپذیر است. اما با هر بار رد شدن یک قدم به پیدا کردن شخص درست نزدیکتر می‌شوید. رد شدن را به عنوان یک فرایند فیلترینگ ببینید. بحث بر سر شما نیست، بحث بر سر این است که آیا شما دو نفر به هم می‌خورید یا نه. جذابیت 3 اصل کلیدی دارد: زندگی صادقانه یا واقعی زندگی کردن، عمل صادقانه یا غلبه بر ترس و اقدام کردن، و ارتباط صادقانه یا شفاف خود را بیان کردن. اینها را یاد بگیرید و نتایج شگفت‌انگیزی خواهید دید. می‌خواهید چه کسی را جذب کنید؟ شریک ایده‌آل خود را تعریف کنید و دنیای او را درک کنید. ملاقات با زنان مناسب از حضور در مکان‌های مناسب شروع می‌شود. ظاهر مهم است اما فراتر از فقط قیافه است. خوب لباس بپوشید، خود را آراسته کنید و یک سبک زندگی ارائه دهید که خود باوری شما را نشان دهد. به یاد داشته باشید ظاهر بیرونی شما بازتابی از ارزش درونی شماست. گذشته ما باورهای ما را شکل می‌دهد و آن باورها بر اینکه چه کسی را جذب می‌کنیم تأثیر می‌گذارند. اگر می‌خواهید در ارتباط با زنان نتایج متفاوتی به دست آورید، باورهای درونی خود را درباره خود، زنان و روابط به چالش بکشید. ترس از رد شدن اغلب مردان را متوقف می‌کند. اما مسئله این است: شجاعت به معنی نبود ترس نیست، بلکه عمل کردن به رغم وجود ترس است. گام‌های کوچک و مداوم بردارید تا از منطقه امن خود عبور کنید. قصد و غرض شما از طریق کارهایتان نمایان می‌شوند. زنان می‌فهمند که آیا شما واقعی هستید یا سعی می‌کنید آنها را فریب دهید. همیشه با اصالت پیش بروید. معاشقه به خطوط جذاب ربطی ندارد. به بازیگوشی و خود باوری مربوط است. شوخی کنید، جوک بگویید و یک پویایی جذاب ایجاد کنید که نشان دهد با خودتان راحت هستید. قرار ملاقات یک ریتم طبیعی دارد. ملاقات، ارتباط، گذراندن وقت با هم و پیشرفت. صبور باشید و به این فرایند احترام بگذارید و بر ایجاد ارتباطات واقعی تمرکز کنید. ارتباط فیزیکی بخش مهمی از روابط است. یاد بگیرید جذابیت خود را به صورت فیزیکی بیان کنید در حالی که به مرزها احترام می‌گذارید. خود باوری در اینجا از ارتباط روشن و توافق متقابل ناشی می‌شود. جذابیت به تاکتیک‌ها ارتباط ندارد، به بهترین نسخه از خود تبدیل شدن مربوط است. با زندگی صادقانه، عمل کردن با شجاعت و برقراری ارتباط به صورت واقعی نه تنها زنان را جذب خواهید کرد، بلکه زنان مناسب را جذب می‌کنید.